در پختچینه هم اشتغال کردیم، در تمام معرکه‌های سیاسی اشتغال میکردیم، آب بیفتیم. من شکر میکنم که همین اینم یک مکتب است، یک تجربه زندگی است. من شکر میکنم که همین مکتبم گذاشتم. اگر در خدمت کردن در صف قوای مسلح حمایت کردن وطن، اگر برای شما یگان چیز دیگر باشه، من دیگر خیلی معنی میکنم. من سوال شما شنیدم، سوال نباشه من جواب چیم. در مسئله ترک کردن معلم باز میگویم که این حالت هم مسئوله هست، بعضا زیاد میشود، بعضا کم میشود. هر سال گوناگون است. این یک سال چی نیست. باز من با شما اگر خواهیم باز رقمای وای میگم در یک سال چقدر فوت میکنه، چقدر نفقه میرود. وقتی که از 140,000 آموزگار است، خواهید نخواهید خب عوض نمودن جای استقامت است. پانصد و 93 نفر بیماری و فوت است. 2228 نفر عوض جای زیست است. فرض کردیم که از یک ناحیه کوچیده است و ناحیه دیگر شک در اون ناحیه باز با کار شروع کرده باشد، لیکن ما فقط رفتن نشد اینجا چیکار ایستادیم. 1031 نفر نفقه رفته است. وقتی که شماره زیاد می شود، خواهید نخواهید عمر زیاد با چیزام تاثیر می رساند. من باز تاکید کرده ایستادم که ختم همه ساله مکتب‌های عالی ما از 16,000 زیاد است. یعنی ما حتی نمیتونیم که همه آنها با فعالیت جلب کنیم. و امروز من دیروز با واسطه تلویزیون رسیان تماشا کردم، یک معلمه ما خطا نکنم در یکی از ولایت‌های نزدیک مسکو معلمه زبان انگلیسی است. یعنی الان که امروز هستم آموزگاران ما که در دیگر کشورها کار فعالیت کرده ایستادند. یعنی اون دستور سپارش شد که ما این سال از این سال شروع، البته ما گروه با زبان روسی داریم و سپارش شد که باز با زبان انگلیسی هم کشیم. ما در آینده کوشش میکنیم که آموزگارانی که داننده زبان روسی خوب باشند، آموزگارانی که داننده زبان انگلیسی باشند، دیگر زبان‌ها، تا اینکه توانیم که آموزگارانی که زبان گوناگون میدانند آماده نماییم. و هدف یک مکتبمون نیست. ما میتوانیم که بعد یک کشورها با حیث متخصص و حیث آموزگار با کار فرستیم. یک خواهش میکنم دخترها با نوبت کم تا پرابلم گنگوه چکنیم. بله مالش محرمت بیمالو محرمت. محترم عزیز، سوال در مسئله مؤسسه تحصیلات پیاده کسبی بود که پیشگاه ملت در برآوردهاشون تاکید کرده که اصولهای تعلیم در این مؤسسه‌ها خیلی نو کهنه شده است، یعنی که اسباب و چیزهایی که از روی کسب وای میکنن کهنه شده است و نظارت یا عموما نظارت‌های دخالات در این مسئله چطورها را انجام داد. مسئله دیگر در مسئله روزهای بین‌المللی در جلسه‌های قبلی گفته بودید که در نظر است فیلیال چند دانشگاه خارجی در کشور تأسیس داده شود. در این مسئله چطورها انجام داده شد؟ تشکر. سلام شد. در مسئله زینه میانه کسبی، یعنی اون چیزی که شما گفته کالج، واقعا هم امروز اون کالج هایی که فعالیت میکنن، البته نه همه‌شون، که یک قسمتشون از نگاه پایه مدی تکنیکی، از نگاه پایه ذهنی با طلبات جوابگو نیستن. برای همین هم از جانب سرور کشور نسبت این مسئله خب اراده جدی شد و ما الان که فعالیت شروع کردیم. نقص این اقدامی که پیش گرفتیم، تمام برنامه از استانداردهای تعلیمی این زمینه تحصیلات تجدید نظر کرده شدن. اولا دوم، با تشبث و میانه کسبی یک نفر سرپرست موندن، وابسته کردن یک نفر سرپرست که تو اینکه با بهتر شدن شرایط با رشد همون مؤسسه تعلیمی مساعدت نمایند، کمک نمایند. این خب اقدامی دوم شد و بعدا نوزه طبق همین دستور سپارش هم ما تمام اون اختصاص‌هایی که در مؤسسه ترتیب و میانه کسبی فعال هستند، الان که یک مرتبه اودیت گذراندیم، اون اختصاص‌هایی که امروز با طلبات باز
و استحصالات مطابقت نمیکنند ما آنها میبندیم و با جای آنها اختصاص رویه‌های نو میکشویم. شما خوب آگاه هستید که سالهای میانبر سالهای رشد صنعت در کشور اعلام کرده شده است و ما کوشش میکنیم که مؤسسات تحصیلات میانه کسبی ما به واسطه علاقمون با همین سمت، یعنی با سمت رشد ساحه صنعت، کشاورزی و دیگر رویه‌ها سمت‌های اقتصاد ملیمون متخصصان آماده کرده شوند. در این سمت علاقه کارو جانب کرده شده استادم. تشکر. شاهناز کمیزاده هستم، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال. می‌خواستم در مورد دانشجویان خارجی و خصوص دانشجویان افغانستان صحبت کنم. چند از دانشگاه‌ها در علاقه‌داری اعلام کردند که بعضی امتحان‌ها را با دانشجویان افغانستان با در نظر داشت اوضاعی که امروز دارد در کشور همسایه پیشنهاد کردند. و من می‌خواستم در مجموع بدانم که برای دانشجویان و همچنین دانش آموزان، یعنی طلبه‌های مکتب‌های ساکنان افغانستان، شهروندان افغانستان در تاجیکستان چه امتیازها داده شده است؟ سلام باشین. واقعا امروز جمهوری اسلامی افغانستان با کمک و دستگیری همسایگان خویش و من کل جامعه جهانی نیاز دارد و ما این خوب درک میکنیم و امروز سیاست دولت و حکومت ما هم با همین مقصد با همین هدف نگرانده شده است و این حال در شهر دوشنبه یک مکتب تحصیلات عمومی سامانیان فعالیت میکند که صرف برای شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان است. مکتب میانه با نام سامانیان. خب این مکتب از سال 2008 فعالیت کرده ایستاده است و در مکتب مذکور عین حال 380 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل کرده ایستادند. خب همچنین در 315 نفر شهروندان افغانستان در 25 مؤسسات تحصیل میانه کسبی و عالی کسبی تحصیل نموده ایستادند، یعنی هم در کالج و هم در مکتب‌های عالی و همچنین در زینه ماجستراتور، دکتر پی‌اچ‌دی، اسپیرانتور هم تحصیل کرده ایستادند، به حیث عنوانجو هم تحصیل کرده ایستادند و از جانب رهبریت مؤسسه‌های تحصیلاتی همیشه نسبت آنها استقبال است. یعنی ما نسبت درخواست و خواهش آنها ما همیشه آنها دستگیری نموده ایستادیم. شخصا در قبول وزارت معارف و علم هم‌روزانه نه کمتر از 5-6 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با ما مراجعت میکنند، بخصوص در مسئله جای زیست، در مسئله پرداخت یک قسم آنها که گروه‌های شادناموی هستند، قسم بورسیا نیستند و گروه‌های شادناموی هستند، آنها مراجعت ما به همشون کمک کرده ایستادیم. هر نفر شخصا به من مراجعت کرده ایستادند، من کمک میکنم و یک قسم دیگر هستند که خواهش کرده ایستادند که متخصص خیلی خوب هستند میخواهم با جای کار تامین کرده شود. این هم در دوره امکانیات ما با جای کار تامین نموده ایستادیم. همچنین غیر از شهر دوشنبه در شهر باختر، ناحیه کشانیان، جلال‌الدین بلخی، جبار رسولов، شهر خاروق، ناحیه رودکی، خب شهر وحدت و شهر حصار نیز شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در مکتب ما تحصیل کرده ایستادند. و یک معلومات دیگر با توجه شما رساندن میخواهم که با پیشنهاد وزارت معارف و علم دستگیری سازمان یونیسف همین مکتب هایی که در آن شهروندان مکتب‌های میانه شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل میکنند همین مکتب به همین مکتب‌ها کمک رسانده ایستادند، یعنی برای تحصیل آنها شرایط‌های خوب مساعد کرده ایستادند. اینم یک کار بسیار چیز است. آن مکتب‌هایی که تحصیل میکنند ما پیشنهاد کردیم با سازمان ملل متحد، ساختار سازمان ملل متحد یونیسف چی کردیم آنها علاقه کمک هم کرده ایستادند. تشکر. یک سوال دیگر خوب معلوم است که شهروندان افغانستان زبان انگلیسی رو خوب میدونند. آیا حقوق دارد مثلا یک آموزگار افغانستانی در مکتب تاجیک معلم به حیث معلم زبان انگلیسی کار کنند؟ خب حضورین گرامی اگر آنها حجت رسمی داشته باشند که ختم کرده این یا مؤسسه تحصیل عالی کسبی یا کشور هستند ما آنها حتما قبول میکنیم. با من همین گونه یک نفر مراجعت کرد، اگر خطا نکنم یک نفر مراجعت کرد و من در ناحیه رودکی خواهش کردم که حتما آنها با کار قبول کنم. واکنشی وزارت وابسته به
خود به صفت تحصیلات در پیام آخرش رو که واکنش وزارت چی است که مثلا دیپلم میدید ولی مثلا دیگر واکنش وزارت چی است زدن سوال دیگر است که درباره همون باز برمیگردیم سری ترکی آموزگاران همشون ولی شما هدف اصلی ترکی آموزگاران رو در چی می‌بینید؟ چه رو ترک می‌کنن؟ بعد از سوال هم گفتم که مثلا سالی گذشته مثلا امور ماجستر و دکتر در کشور چقدر بود و در پروژه تا سال 2020 آیا فرق داشت نباشه از پیام شروع کنم من از واقعا در پیام نوبتی نسبت سطح و صفت تحصیلات اراده و جدی گرفته شد من یک سو تاکید کردنی هستم که همیشه جامعه همیشه نسبت به چیز بالو می‌رود و روزی که ما خانه گشتیم پس این چیزی منفی است می شود و اون اراده‌ای که از جانب پرزیدنت کشور شد واقعی هستند درست هستند الان که ما نسبت این مسائل نقشه‌بندی کردیم من در اول هم گفتم که ما الان که شروع کردیم از یک مرتبه شروع کرده ایستادیم از اون اختصاصایی که در مسائل تحصیلات عالی کسب فعال هستند کدام اونها امروز برای کشور ما لازم است اونایی که با بازار مهنت لازم است کدامش نیست بعداً تجدید نظر نمودن تمام برنامه و استانداردهایی که با سطح بین‌المللی مطابق باشد این دوم سمت و سوم در خود ساختار وزارت معارف و علم ما یک شعبه شدیم و با نظارت صفت شدیم و امید داریم که در سال‌های آینده در این سمت ما کل فعالیتمون دیگر میکنیم تغییر میدیم خب در مسئله ترک آموزگاران من در اول هم گفتم اینها گوناگون است مهاجرت است نفقه هست فوت است بیماری است عوض نمودن جای زیست است خیلی طبیعی است که حالتهایی است که قانع کننده نیست آموزگار قانع نمیکنند ترک وظیفه یعنی حالتها گوناگون هستند میشود همش گفتم حالتهای باز گوناگون است اینجا ما امور دقیق نیست ما همیشه با احتیاجات کار میکنیم مثلا روز عین حال از تمام شهر و نوعی‌ها درخواست میگیریم که در کدام مکتب چقدر معلم نمیرسد چقدر آموزگار نمیرسد در کدام از روی کدام اختصاص و طبق درخواستی شعبه‌های معارف شهر و نوعیه ولایت‌ها ما خط کنندگان رویه‌ها آموزگاری به هم شهر و نوعیه تقسیم میکنیم همین چیز عین حال نوسایی نداریم مقرر چون که از صبح این خیلی است از یک دقیقه شما باید نکنید ما احتیاجات هست لیکن هست آموزگارانی که از یک صفحه از یک بست زیاد درس میگویند یعنی ما کوشش کرده ایستادیم که خواننده مکتبچه به معلم نباشه به آموزگار نباشه این چیز تجربه هست این یگان چیز نیست در همه زمینه‌های تحصیلات 1.25 1.5 بست کار و فعالیت نمودن آموزگار این طبق قانونگذاری قانونی کودکس مهنت این چیز جایز است این چیز لیکن واقعا این چیز نه تنها ما یک کمیسیه بین اداروی هم تأسیس داده شده است از جانب وزارت‌های داخلدار این مسئله ها آموخته ایستادند و برابری به واسطه معاون سروزیر ستاریان یک کمیسیه بین اداروی آموخته ایستادند نه تنها آموزگاران بلکه عموما تمام سمت‌های اجتماعی رو تمام سمت‌های اجتماعی فرهنگ است طب است معارف است علم است یعنی تمام سمت‌های اجتماعی رو از آموخته ایستادند کمیسیه کارکرد کرده ایستادند خب سالی 2021 شماره نیاز من مکسور جواب دیم حدوداً 50% اجرا شده است نزدیک 50% در مجموع جمهوری خب مرحمت همین بانو چند مرتبه خیستن 6 تا مرحمت منظورم سلام باشید تشکر بله
بازی نوشاد همکاس ما با سوال شما جواب میگم بعد من باز الواتان دا چی میکنیم پروگرام میکنیم خب مرحمت تشکر زیاد برای سوال چیزی که هممون میدونیم برنامه قبولی جهانی سازمان ملل متحد از سال 1999 عمل میکند و باید اطلاع شما هستند که این برنامه در نزد وزارت تندرستی عمل کرده میشود و در آنجا شورای کوردیناسیونی هستی وزارت معارف در آنجا همچون یک اعضا اشتراک میکنند نو واسه از این ما چیزی که گفتیم این برنامه اصل 99 است و 7 سال اخیر این برنامه از فدراسیون روسیه مبلغ می شود و یعنی قریب 50% مکتب‌های ما با این برنامه فراگیری برنامه روشن که با 50% مایه‌های جمهوری است و باید قید نماییم که این برنامه برای منطقه‌های کوهستان جنوبی تاجیکستان است یعنی در شهرهای این برنامه فراگیری نمی باشد و فدراسیون روسیه برای مکتب‌های ما تنها اردی از جهت ویتامین کاری کرده شده روغنی اینچین از طریق ویتامین کاری کرده شده و یکون نمودی محصولات دیگر رو همچون محصولات میدید و اینچین از طرف اساسی پدر و مادر از طرف مقامات جای حکومت دولتی این برنامه ها دستگیری می‌یابد و خود دیگر بر کودکان داده می‌شوند و سال نخست است که از طرف بودجه جمهوری تاجیکستان 5 میلیون سومانی و مکتب‌های پیلوتی جدا کرده شد اینچین از خودی برنامه این سال چند روز پیش ما در یکی از مهمانخانه‌های پایتختمان همین لایحه را معرفی کردیم و امروز با کمک دستگیری سازمان ملل متحد از صنف 1 تا 4 خطا نکنم صنف 1 تا 4 با طور پیلوتی حدوداً 50% مکتب‌های میانه جمهوری تاجیکستان با همین برنامه اوزوقا وارد کرده شدند و امروز و آنها با خوراک گرم تامین کرده میشوند. مرحبا. لیکن تقریبا گفتمان شما مکتبی که در تفاوت ساخته میشد چی شد؟ سوال دوم دعوتی آموزگاران زبانهای روسی از فدراسیون روسیه که یک چند پیش به عمل آمده بود الان در کدام سطح قرار دارد این آموزگاران هستند یا رفتند همین روان دوام دارد یا نه؟ تشکر. سلامت باشید. این لایحه‌ای که 5 مکتب فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان ساخته میشد این پیوسته ایده و پیشنهاد پیشروی معظم ملت بود که با دستگیری حکومت فدراسیون روسیه پیوسته با دستگیری پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین دستگیری شد و این ساختمان این مکتب‌ها خوشبختانه از سال 2021 شروع کردن و این 5 مکتب در شهر خوجند، شهر توسن‌زاده، شهر دوشنبه، شهر باختر و شهر کلوب ساخته می‌شود. و نسبت فعالیت منبع این مکتب‌ها هم خود در انجام سال 2021 سازشنامه اوی با فعالیت این مکتب‌ها با امضا رسانیده شد و این مکتب‌های بین دولتی میشن مسائل تعلیم بین دولتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه میشوند و تعلیم با زبان روسی است در اساس برنامه و استانداردهای فدراسیون روسیه با نظر داشت کمپوننت‌های ملی تاجیکستان تعلیم داده می شود و فکر میکنم مکتب‌ها خیلی مکتب‌ها خوب هستند. شخصا در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با صدوری معاون سروزیر عثمانزاده سیتود تشکیل کرده شده است و اعضای سیتود وزارت معارف هستند دیگر نمایندگانی داخل‌ها هستند و شخصا من خودم هفته گذشته از ساختمان این مکتب‌ها شهر کلوب، نویه توسن‌زاده، شهر دوشنبه و باخته دیدن کردیم. مکتب‌ها صورت ساختمان مکتب‌ها خیلی خوب است
و هفته آینده سفر ما به منطقه سود است و از اینجا چی میکنیم و این یک لایحه نو است، یک لایحه نو اینواتسیونی است که در تاجیکستان یک سری مکتب‌های مشترک بین دولتی تأسیس داده میشوند و آموزگاران پرسنل با طریق آزمون بر اساس آزمون قبول کرده می شود. دیرکتور مکتب هم با طریق آزمون قبول کرده می شود. در اساس آن سازشنامه‌ای که به امضا رسیده است معاش آنها از جانب فدراسیون روسیه مبلغ‌گذاری می شود و در آزمون می توانند هم شهروندان جمهوری تاجیکستان و هم شهروندان فدراسیون روسیه شرکت نمایند. مثلا دعوت آموزگاران این لایحه هم ادامه دارد. علاوه طولی چند سال است که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. عین حال 49 نفر آموزگاران در شهر و ناحیه‌های منطقه‌های گوناگون جمهوری کار و فعالیت کرده ایستادند و ما از فعالیت آنها آگاه هستیم. آنها هم خیلی قانونمند هستند و ما هم از فعالیت آنها قانونمند هستیم و در آینده این لایحه نیز ادامه می‌یابد در حوزه آن ساختمان مکتب‌هایی که در آینده با فعالیت آغاز میکنند و لایحه آموزگاران هم ادامه می‌یابد. خب وابسته به خواهش جانب تاجیکستانی میتواند این شماره‌ها در آینده باز زیاد هم باشند. سلام باشید. маршрутка гузашт масъалаи мавзӯи маршрутка дар масъалаи маршрутка он донишҷӯён аз дарс берун ҷалб карда мешуданд. онҳо ба ҷараёни дарс мо халал намеонад ки дар масъалаи ҳавасмандкунии тамоми муассисаҳои таҳсили олии касбӣ он муассисаҳое ки аз он ҷо ҷалб шуда буданд пурра вазифадор шуда буданд. ман фикр намекунам ки ягон муассиса нисбати донишҷӯи худ хунукназарӣ карда бошад. агар ҳамин ҳолатҳо бошад мо ҳатман чораандешӣ мекунем, чорабинӣ мекунем. мо нисбати донишҷӯёни худамон эҳтироми зиёд дорем ва در همه حالا ما با آنها کمک نمودیم، کمک میکنیم. در مسائل جمهوری اسلامی ایران و وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی ما هنوز از سال 2002 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانیده شده است و در دایره همین ما فعالیت خود را پیش برده استادیم. همچنین سال 2006 26 ایون سال 2006 بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز یک یادداشت تفاهم با امضا رسانیده شده بود و تمام فعالیت ما در دایره همین تفاهم‌نامه‌ها باقی مانده می‌شود. باقی مانده شده است. عین حال کمیسیون بین حکومتی فعالیت می‌کند و وزارت معارف و علم عضو فعال همین کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است. خب ما در این سمت همکاری کرده ایستادیم. شما خوب آگاه هستید که چند وقت پیش سال گذشته سفر رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان برگزار شد و ایشان به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردند و در اونجا سخنرانی هم کردند و به حیث دکتر فخری هم قبول شدند و یک دستگاه نوی زمانوی تکنولوژی هم و فاکولته کیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم شدند و فکر میکنم که در آینده همکاری ما بازم گسترش می‌یابد. عین حال ما در جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنم 6 نفر رسما تحصیل میکنن. شما از پشت دست شما نمی‌بینن از همین خاطر مرحمت.
کار نکنند و همین سوال‌ها وقتی که من در همین جلسه خبر شرکت میکنم هم وقت صدا میکنم و همین سوال‌های خبرگزاران بعد این جلسه خبری در مورد خبر شرکت و این فرماندهان معمولاً یکان مورد بررسی قرار میگیرد یا نه و اگر که نه یک پیشنهاد روشن اگر خوب میشه در جلسه خبر از این بعضی سوالایی که تمام صدا میدن اگر یک حل شده باشه یا مسئله در همون موضوع شده باشه در همون شروع میکنیم در همون چون که دیگر این صدا نمیدونن اگر که کوشش میشه از جانب حکومت جمهوری اسلامی معاش معلم و فیزیک رو زیاد میکردن شاید ما با این چیز روبرو نمیشیم میگیم که پروژه همین سالهای تر شاید 20 سال 2021 فرق میکرد از سالهای قبلی چون نه فقط در سالهای معارف در همه سالها یعنی مردم از کار رفته هستند این چیز مشاهده میشود سال 2021 از سال ویژه است که یعنی مردم پروژه از تاجیکستان میروند و راجع به اون مبلغی که با معلمان در مکتب‌ها میتونن این مجبوری است اینجا که میگیم که شاید ایدئولوژی پدر و مادر شاید اون پدر و مادری هستن که پول دارن همین اقدام میکنن و اون پدر و مادری که پول ندارن اونا به نظر نمیگیرن همین مشکلی پیش میاد و وقتی که شما میتونید که با مقامات اجرایی همون محل وابسته است رابطه وزارت مالی با همون مقامات مالی و حکومتی که از شهرها هست چه در ساختمانی که ساختمان تعمیر کردن و میگیرن یک همکاری هست که برای مثلا وزارت مالی شخص مسئول را نظارت کنه که تقدیمات سر نزن و دیگر موضوع مشکلی که گفتن که پدر و مادر گفتن که ما در همین سال هستیم اون هم میگه به محتوای کتاب‌های نوشته شدن و همون سین سالی مکتبچه هستن چون ما خودم هم کلمه را نمیفهمیم چگونه تهیه میشن که اونا رو تهیه میکنن اگر که ترجمه شده که باشن در چه خطی ترجمه میشن چون شاید ما فرق کنیم برای مردمی که یک کلمان جمله‌های ساده رو باید استفاده کردی کودک هم بفهمد هم پدر و مادرش بفهمد و دیگر یک موضوع دیگر پیش آمده است فن تاریخ معاصر در مکاتب عالی درس داده میشده است فن چی؟ تاریخ معاصر تاریخ معاصر یعنی همین سیستم استقلالی که در بر میگه از نظر استادان تاریخ یعنی همین کودک‌ها که امسال میخوانند در مکتب‌های عالی خودشان در همین دور و زمان زندگی میکنن از آنکه همون درجهش تاریخ خلق توجیه بود که گذشته ملت را می‌آموختن اون چیز را یاد میگیرن اون خوبتر بود چرا که توسط تلویزیون اما تاریخ خلق توجیه که ما استادان قبلا درس میدادیم همون را برقرار میکردن او با منطق ملت بودی همون بچه توجیه آینده ملت میکشه از همون تاریخ قبلی خلق توجیه یعنی آگاهی پیدا میکنه که تاریخ خودشان میدانند بعدا استادان دانشگاه‌ها از سردی سیمخانه‌ها شکایت کردن در خیلی هوا سرد است زیاد مریض میشیم هم خود دانشجو و هم خود استادان همین در ما راه حل شده چند در سرد است کدام دانشگاه است؟ کدام دانشگاه است؟ دانشگاه تجارت و مالیه گفتن اما طلابه بزرگ دارن سلام ناشد سوال شما مثل پیشنهاد شد مسئله که دیگه اما سوال کردن هم دانشگاه کجی وقتی میخوانن در تلویزیون چی شدن اون قبول کردن نکردن پرسشون جمعه خب ناشد از کجا شروع کنم از گرمی شروع کنیم من وقتی که در دانشگاه ملی کار میکردم معلمان خونه نمیرفتن چون که البته شهرک نسبت به خانه‌هاشون گرمتر بود یعنی شرایط خوب است اصلا از گرمیدگی علاکه تمام شهر رو فرا گرفته شده است شاید اگه منطقه شهر باشه من نمیدونم لیکن در مجموع تمام مؤسسات تحصیلی کسی نسبت این مسئله و ندارن مشکلی ندارن همه مکتب عالی با گرمی و با برق تامین است این سال خودتون شاهد هستین چی هستین در مسئله تاریخ معاصر این نگاه شما است باز ما وقتی که یک این اقدام رو پیش میگیریم حتما با پیشنهاد و تحلیل‌های متخصصان فعالیت میکنیم یعنی ما از پیش خود اون اقدام رو پیش نمیگیریم در مسئله آموزش تاریخ زمان
معاصر شما درست میگین ما شما شاید هستیم که امروز جوانان هستن که علاقه نمیدونن بسیار چیزا نمیدونن و دانستن گذشته یگان علت یگان عیبی ندارد رسول غمزد میگوید که در داستان من که هر کسی که با علت نیچی نیست در مسئله کتاب درسی در نزد وزارت شورای ملی فعالیت میکند تمام متخصصان جلب کرده شدند از نگاه چند زینه است علاقه تا زمانی که اون چی میشود نشر میشود چندین زینه ها رو میگذارد از متخصصان میگذارد اونجا از جمله فیلولوژا هم هستند من نمیدونم مگر خیلی شاید باشد که موضوع کوشش میکنیم که هر یک نشر کتابی نوی ما از پیشنش خوبتر و بهتر باشد با طلبات امروزه با طلبات زمان با طلبات سطح بین المللی جاوگو باشد ما در این سمت چیکار ایستادیم فعالیت کرده ایستادیم در مسئله مقام آموزگار این سخن ما و شما نیست این سخن همیشگی جناب ولایت من در اول گفتم که نخستین انشاءاتی که در ساحه معاویف در سال جشنی افتتاح شد در کشور ما انشاءات ساحه معاویف بود این احترام گذاشتن و مقام آموزگار با ساحه معاویف است و در سخنرانی آخری جناب هم در پیام و هم در جلسه حکومت هم یک سپارش دستور مخصوصی است که اوید بلبلان با داشتن مقام آموزگار و از روزی که ما با فعالیت هم شروع کردیم چیزی ما هم همین است هدف ما هم همین است که مقام آموزگار در جامعه باید که بالانشین باشد مقام آموزگار باید که در جا موقع خودش باشد و در این سمت من فکر میکنم ما با کمک دستگیری شما با کمک دستگیری جامعه نیاز بیشتر داریم در آن جایی که مثلا یک معلم یک آموزگار یک علت میکند وقتی که ما نسبت همون شخص خواهد میکنیم هیچ گونه نمیگیم که باید شخص است بیشتر نسبت ساحه‌اش میگیم که بسیار نادرست است این علت میآورد کاستگی میآورد با کسب آموزگاری و چه ما نسبت همون شخص نمیگیم اون شخص نام و فامیل دارد سال تولد دارد جای استقامتش است لیکن ما برگشته از جمله همکاسان ما هم همین چی میکنن اما اندیشه نمیکنیم کاسته شدن آبروی آموزگار این با ضرر جامعه است این اندیشه نمیکنیم همون آموزگاری که همون نفری که نماینده ساحه معاویف است و در جای به یگان کمبودی و نقص به یگان حالت دیگر راه داده است همون گشته برگشته در تمام میجو اعلان میکنیم یا با اندیشه باز اندیشه نمیکنیم که این ضرر به ساحه معاویف است این ضرر به کسب است کسبی که در همون 20 نفر فرزندان ما و شما باز تاثیر میکنن یعنی از هممون وابسته است من بسیار خواهش میکردم بسیار التماس میکردم که همه با هم با تمام جامعه باید دستگیری کنند تمام جامعه باید برای بالا برداشتن آبرو نفوذ آموزگار کوشش کنند فقط یک وزارت حکومت نه با این یک نهاد نمیشود این چیز در مسئله معاش گفتیم معاش وابسته به امکانات مولوی کشور همساله زیاد شده است حالا که چند روز پیش خبر کرد جمهوری اسلامی با تفصیل رسید که سال 22 هم باز معاشی در تنها کارمندان ساحه معاویف کلی کارمندان ساحه بوجوی زیاد کرده می شود اینا شما خوب آگاه هستید در مسئله قرقیزستان خب ما از شما من بسیار خواهش میکنم که از اشتراک شما هم استفاده نماییم چی کنیم وضعیت با قرقیزستان چگونه است من چیزی نمیگم شما اطلاع خوب دارین و از جانب حکومت جمهوری قرقیزستان قبول کرده شد که حرکت شهروندان جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان منع کرده شود از همین خاطر ما دعوت کردیم تمام شهروندان خودمون که شما به تاجیکستان بیایید ما شما با تاثیر فرا میگیریم و در جمهوری قرقیزستان زیاده از 2000 نفر تحصیل میکردند در تمام شهر و ولایت‌های قرقیزستان تحصیل میکردند و قسمی هر نفری که به ما مراجعت کرد ما دستگیری کردیم با دانشگاه‌های گوناگون با شهر و منطقه‌های گوناگون با اختصاص خودشون موافق با آنها رو ما دستگیری کردیم حتی حالت‌هایی هست که تو با این حالت‌هایی هست که آنها حجت تصدیق کننده ندارند یگان مواد ندارند که ما آنها رو قبول کنیم لیکن با وجود در اساس همون یک عریضه‌ای که با ما مراجعت کرده است ما آنها رو قبول کردیم یعنی مواد تصدیق کننده چی است سپاوک اکادمیکی موادی که باید در اونجا تحصیل کرده است فرمان تحصیلش
داخل شاویهش دیگه حالت است. ما حتی نمیدونیم که همین شهروندی که با ما مواجهت کرده است آیا واقعا هم در جمهوری قیرستان تاثیر میکند یا اینکه نمیکند. یکی با وجود آنها دستگیر کردیم و قسم زیادی آنها علاقه با مسائل تحصیل عالی کسبی گوناگون با در جمهوری تاجیکستان خب فرا گرفته شدند. این حال 464 نفر طبق ترتیب مقرر شده بدون یگان حجت اصلی با کورس و اختصاص موافق انتقال داده شدند. خیلی دانشگاه طبی است، دانشگاه طبی خطلون است. سلام باشین. خب دانشگاه ملی است، دانشگاه آموزگاری است. شهر خوجان خب من نمبر نمیکنم وقتی شما زیاد نمیگم اینجا خیلی زیاد شدن. یکی وقتا آخر یک تندنسی نامطلوب پیدا شده است که بعضی دانشجویان ما برگشته رفته ایستادند. ما از آنها خواهش کردیم که نروند چون که نامعینی است. با امنیت و با صحت سلامتی آنها خب کسی کفالت نمیدهد. ما با شما کمک میکنیم. باز میگم حتی حجت ندارن ما قبول کرده ایستادیم. یعنی تو ما مکتوب کردیم با وزارت معارف جمهوری قرقیزستان، سفارت جمهوری ترکیه در قرقیزستان هم همکاری کرده است. نیک متاسفانه مکتب عالی قرقیزستان نمیتونن حجت چون که نمیخوان که از دانشجوی خارجی خود محروم شود. اینا دو نوع هستن. اینا شخصی هستن که حجت اون دانشگاه رو چیکار میکنن؟ کار میکنن. نمیخوان رفتنشون رو. از هم خیلی مشکلات زیاد ایجاد کردن و همیشه ما از شما هم احترام خواهش فرزندای ما و شما هستن، برادران ما و شما هستن، احترام خواهش ما کوشش کنیم که عین حال نروند. ما یگان غرض دیگر نداریم، یگان هدف دیگر نداریم. تو با همین روزها باز میگم جدا از 2000 تحصیل میکرد یگان مانعی نبود. چی مشکلی بود؟ برای چی ما پیشروی فدراسیون روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها نمیگیم؟ امروز امنیت شهروندان ما در جمهوری قرقیزستان تامین کرده نمیشود. با هر بهانه آنها رو چی میکنن؟ پوزش میکنن. با هر بهانه آنها رو با دیگر حالتها فشار میارن. چی میکنن؟ علاقه شما دانشگاه آسیای مرکزی در آسیای مرکزی رو دعوت کردم از بیشکک اومد. خواهش کردم که شما در دانشگاه آسیای مرکزی شهر خاور برای شهروندان ما همه شرایط مهیا کنید، رفتنشون موقتا منع کنید تا به اعتدال آمدن وضعیت. من علاقه از وسایل اخبار ما میفهمیم که نه دختر بچه ما در جمهوری قرقیزستان دختر بچه است حبس کردیم و با واسطه کشوری دوم سوم رفتگی است. همین قدر التماس از شما خواهش از پدر و مادرشون خواهش کنین. ما کمکشون میکنیم، دستگیری میکنیم. سپارش از سپارش حکومت هم است که هر نفری که با ما مواجه کنه ما کمک کنیم. یگان مشکلی نداریم. حتی باز میگیم که ما حجت طلب نکردیم تا به حاضر. شاید تا به یک اعتدال آمدن وضعیت بعدا ما حجت‌های تحصیلی آنها رو تصدیق کننده آنها رو نیست طلب میکنیم. به این ممکن نیست. لیکن این ما کمک کرده ایستادم. از شما هم احتمالا خواهش که دعوت کنین. سخن شما تاثیر دارد، سخن شما وزن دارد که نروند. یگان حالت ناخوش نشود. از ما تو احتمالا خواهش. شمسور توضیح همکارای ما روزی میشوند اگر موضوع دیگر شما را برای بودگذشت مادر بزرگوارتان اظهار تسلیت می‌کنیم و مادر در تمام سنسوری باشد اگر برای فرزند خدمت عزیز و فرزند برای مادر عزیز. سوال دو سوال دارم. تشکر. سوال اول در مورد همین تغییراتی که در قانون عربی وارد شد و دانشجویانی که بعد ختم دانشگاه و خدمت عربی سفارت میشوند و بعد از همین تصویب قرار طبق معلوماتی که ما داریم چندین دانشجویان کورس‌های اول از دانشگاه‌ها یک ترکی دانشگاه کردند و سفارت و روسیه سفر کردند و اونجا ملتی می‌خواستیم شما دقیق شما
شما بفهمید که در کدام دانشگاه‌ها بیشتر دانشجویان از خصوص یک تغییر دانشگاه کردن و سال دیگر در مورد آن که معلومات است که در بدخشان علاقه اینترنت محدود است و شاید کنیمان نیست و دانشجویان خواندگان از تحصیل فاصله‌ای دور موندن. تشکر برای همتون، تشکر زیاد. در مسائل قانون حربی ما این سال نتیجه گیری میکنیم. علاقه کاربری کرده ایستادیم. من اصلا نمیخوام پیشکی یگان چی گویم. ما همکاری کرده ایستادیم. آموخته ایستادیم. خوششناسان آموخته ایستادن. یک مرتبه ما نتیجه گیری میکنیم. در مسئله دانشجویان کورس یکم ما مشکلی نداریم. خود همین سال 21 نقشه قبولی ما زیاده از 85% در مجموع اجرا شده است. خیلی اختصاصی هستن که واقعا نسبتا کم میبینن. از همین حساب نشان دهنده ما کم و بیش ضعیف شد. کدام اختصاصات شما خوب میدونید. امروز هست اختصاصی هستن که نسبتا مردم کمتر توجه دارن. هست اختصاصی که در اونجا خیلی و خیلی زیاد است. از همین حساب میانه ما کمی چی شد. بعدا یک نکته دیگه رو تاکید کردم میخوام که ما برای با تاثیر فرا گرفتن شهروند ما در خارج کشور کار خیلی زیاد انجام دادیم و یک خودی سال گذشته زیاده از 5098 نفر ختم کنندگان مکتب‌های ما با خارج کشور فرا گرفته شدند و همه این با گروه‌های بودجویی. تنها من ذکر کرده هستم گروه‌های بودجویی. و چقدر دیگر گروه‌های شاهناموی است باز ما معلومات دقیق نداریم. یکی در مجموع زیاده از 5000 نفر با گروه‌های بودجویی کشورهای خارجی با تاثیر فرا گرفته شدند و در مجموع من همین خیلی یک مرتبه تحلیل کردم فراگیری با زینه بالایی یعنی مؤسسه تحصیل عالی کسبی خوب است همین چیز و نسبت اینترنت در شهر خراب این مشکلی هست. اون مؤسسه‌ای که با ما مراجعت که ما کمک کردیم علاقه دانشگاه آسیا مرکزی که اونا با دانشگاه نوین قرقیزستان و با دیگر دانشگاهشان چی داشتن با ما مراجعت کردن. ما در این سمت کمک کرده ایستادیم. مکتب پرزیدنتی در شهر خراب فعالیت میکنه ما علاقه با اینترنت تعمیر کردیم. یعنی اون مؤسسه‌های تعلیمی که با ما نسبت در مسئله اینترنت با ما مراجعت کردن ما با طور انفرادی و طور لکالی ما اونها کمک نموده ایستادیم و امید داریم که وقتی نزدیک این مسئله حل و فصل خودمون این چیزی موقتی است. این چیزی در گذشته است. امید است که تیز اینم باز میگذرد چی میشه. یکی عین حال اون مؤسسه‌ای که با ما مراجعت کردن ما با اونها کمک نمودیم. واقعا کمک نمودیم. سلام باشین. اصلا پدیده بد است این. هیچ نه من نه شما نه پدر و مادر نه آموزگار یگان نفر نمیگذارد که یگان کودک با تماکو کشی مشغول باشد. این من فکر میکنم از جانب آموزگاران پر نظارت میشوند. این چیزی من بعدا خود پدر و مادرم فکر میکنم که با همین چیز رو نمیتید. و همچنین از جانب وزارت کار داخلی ریاست کار با نابالغان همین است. هر یک ساعت ما این گپ تاکید میکنم از این گونه پدیده ها از این گونه حرکت ها خودداری نمایند. از این ممنون. چی بودی؟ با حتما مکتب یک گیستو من نوشتم جمع کسبو من نوشتم
پیشگیری میکنیم بار نشوم است کفایه است از خیلی نباشه همین که سوال تیم در پرته پیش دیگه است هر سوال نتیم Такой вопрос. Вот у нас в Душанбе действует республиканская спецшкола, да? Сколько в ней сейчас детей обучается, проходит обучение и какие Спасибо, спасибо. این مکتبی که گفته استان در نزدیکی وزارت هست این اصلا برای پوبلیک هم نیست مالک همین خود همین سال 3 مرتبه و این مکتب تشریف آوردم در عرفه سال نوام تشریف آوردم با همین آموزگاران و با همین کودکانی که اونجا هستن دوستی هم دارم واسه و وعده هم کردم که اونایی که این سال خط میکنن خیلی کم است شمارشون کم است 36 نفر است چیزی شخصی خودم است البته همین خود همین سال 3 مرتبه جا رفتم از شما هم خواهش میکنم یگان مرتبه رویم بچهای زیبا هستن بچهای خوب هستن از سلام باشید اگر یگان سوال پیشنهاد دیگر نباشد به همتون یک جهان سپاس بر شما پیش از همه من صحت سلامتی سربلندی و آرزو میکنم که در زندگی همیشه در کسب و در سوی خودتون موفق باشین پیشتر باشین باقی با نیکی بینیم